نمیبازم. بشینم قشنگ. من نمیبازم. سلام بچه‌ها به چنل امیر و بیتا خوش اومدید. خب بچه‌ها این سری با یه کلیپ متفاوت اومدیم خدمتتون. ببینید قضیه از این قراره که من و بیتا هر کدوم 5 تا آهنگ واسه هم پلی میدیم و قراره که یه جای این آهنگ استوب بشه. خب بعد نفر مقابل باید ادامه آهنگ رو بخونه. اگه بلد بود خب خیر و برکت، اما اگه بلد نبود کسی که تعداد بیشتری رو بلد نباشه قراره یه مجازات سمی، یعنی ببین سمی یعنی اون چیزی که قبل دیدی اصلا بنداز دود، یه چیز سمیه که بگیم چیه؟ و قراره یه سری چیزا رو با هم ترکیب کنیم و نوش جان کنیم. قبلی رو من باختم، این سری نمیبازم، یعنی بکشیم نمیبازم، باید بخوری. من باید تلافی میکنم بدون معطلی. بریم. اولین آهنگو بیتا واسه من میذاره، امیدوارم که بلد باشم، یعنی واقعا بعد از اون آبی که ریخته شد روم و این ترکیب سمی من میمیرم، من میدونم. گاز میگیره، گاز جریمه بگو. غمگین حالت همین الان یهویی برم زیر بالت. گفتم تو صدامه. غمگین حالت تو نگاهت نمیدونم. خب دیگه نمیدونم بشکن دیگه چی؟ اونی که صبح شب قفل رو درد هنوزم نکسشو نکرد فقط میکنه بقیه رو نسید خودش الان چی شده رو بفا صبح بلند میشه اولا نشم یاد شیشم بگه دورش نمیش باشی گفتی؟ رفیقاشو میده به فکر. رفیقاشو میده به فکر؟ رفیقاشو میده به یاد. به یاد میده به فاگ. تمام؟ حدثی تمام بود دیگه؟ رفیقاش میزنم قیدش شو تا عاشق میشه میشکنه دلش نگه نمیبازم. بشینم قشنگ. من نمیبازم. یه آهنگ بذار من راحت باشم. خوشبخت حالت داده بودیم و زیر و پرت اصل کار دلت بود ازت مونده خرت و پرت بیا و جمعشون کن یادگاری نخواستیم ما با تو ساده بودیم و زیر و روی نداشتیم میدونست مهربونم فیلم اندی بازی میکرد کارش درست بود و هرکی اومد بازی میرفت تو همونی که تو همونی که دارن همه باهاش خاطره. برو اینجا دیگه نیا اصول واحد. نداشتی پیک تو زدی به هم چقدر عوض بشه خرابه انقدر تو روی هات نبین تو منی رجو قدیمی شدی تو این 10-20 تومنی آرزومه یه با کار بدی نگی شغلنی موزیکا پر ایرادت ببرش تمیز رو غنی اون دو تا بد خود دور میشن این برن مشکیه میره دو تا گور زیرم میکنن نمیتونم چی حسب بزنم حسین. اصلا باختی؟ قبول داری اینو؟ زور میگم میبرم پول میدم میخرم. آی درد من جریمه شدم. دونی جز تو کسی صدیقم نیست من تو آشنای منی همه غریبن بیشتر خب تو دریا اگه غرق شدی من نجات غریقم عشقم. نه کجا بودی؟ نیست مگه؟ آها فهمیدم
چیه؟ وقتی ازم جدا میشی من میزنم نیشخند. کسی غیر تو به چشم نمیاد نباشی من نمیبینم بگم قلب رفیق جان واسه تو میگذرم از یه ایران بابتت. ای نه سرویس. من اون آشقال رو نمیخورم. تنمو داری زنم دستم دو دست ناخدا. لو باید گریه میکنن. دستم تو دست ناخدا نشست. به کشتی به لجن نشستیم که کشتیمون به گل نشست. کشتیمون به گل نشست. کشتیمون به گل نشست. فکر کنم. نه. روش بدم؟ کنم. آره. نما تو مخمن نمیدونم. یه جایی داره میگه کشتیمون به گل نشست. هر اینجاش نیست. قافیه‌اش رو داشت کشتیمون به گل. قبولش کنم. تو رو خدا قبولش کنم. نه. خیلی ببخشید بچه‌ها این دو تا گربه ما یه کمی بعد موقع بازیشون گرفته. البته شاید ما بعد موقع داریم کلیپ ضبط می‌کنیم. ساعت 3:25 صبح و نفس هم گرفته. خب میریم سراغ ادامه ماجرا. ببین با کیا دوستی رپ و هیپ هاپ تو لیست موزیک رپ و هیپ هاپ تو لیست موزیک چند دسته جدولن. نه. بگو. سردستن. نه. سر همن. نه. نمیدونم. سر یه زرق ریز کوچیک. سر یه زن بریز کوچیک میخوام بریزم و بپوشم ببینم اکیپم و کنارم و دمیرم و بخوابم بقیه‌شم نمیگم من اون لجن رو نمیخورم. نگاش میکنم مالم بد میشه. این یکیشونم ولی واقعا دوست ندارم. من میخوام یه کتاب غمگین. گفتم خداحافظ ستاره چشمت زد. نه خدا این چیزش هم گذاشتم برات. خدا شاهده که گوش همش ندادم. تکرار میشه. خدا شاهده اصلا گوش ندادم. کارش نیست. این پنجمی بود؟ نه خیلی باختم. خدا بچه امیر در رفت ولی خب الان میرم پیداش میکنم خیلیتون راحت. آها جریمه رو بگم. این قرار بود زجبه باشه ولی خب اجری مایی آورده کار خودشه. تا بهتون بگم سس چیلی و ماست. اینجا یه مقداری آب هست. اینا با ترکیب میکنم بهش میدم. میشه من از اونا نخورم؟ نه یه جای نداره. جریمه رو عوض کنیم. من میتونم اول ویدیو قبل از ویدیو نه. جابجاش میکنیم. آب یخ بریز رو. نه آب یخ قبلا چیز شده. آب یخ بریزی بهتر از اینه. نه آره حساب شد. باش سک توش. قبل از اول ویدیو بهش گفتم که جریمه رو عوض کن. گفت نه این خوبه فلان. بده خودم بریزم. من باید نه کم بریز. نه. تو رو خدا کم بریز. چون واسه دلم میسوزه میدونم معده‌م خرابه. یزیدی به قرآن یزیدی. من امشب تا صبح نمیخوام. البته صبح تا صبح نمیخوام. صبح الان نباد. پس الان قانع شدی که رفت الان توش صبح دوباره رفت تو کارتون. دردتونش میده. نه ببین داخل کارتون ببین بذار من چیزی بگم. از 12 شب به بعد با اینکه روز بعد حساب میشه یعنی تو ببین 12 شب صبح روز بعد شب اما تاریخ شب تا ساعت 6 صبح تا ساعت 6 صبح آقا اگه اشتباه کنم شما تو کامنت بگین دیگه ببین تا ساعت 6 صبح نباید کم گرفتار شدیم خرگوردن بود پس داشتم میگفتم تا ساعت 6 صبح هوا تاریکه یعنی شب حساب میشه از 6 صبح به بعد هوا روشن میشه میگن صبح روز بعد یعنی روز چه لجنیه نشون بده چی بود چی
هم چیزایی که خودت دوست داری. بهت گفتم سس نیار. نمیدونم. ادویه ماهی آخه. رشته کلام دستم دارم. این که آوردی زرچوبه نبود ادویه ماهی. ادویه ماهی بگیم. اصلا آوردی فکر کردی من می‌بازم. میده. بو میده. بعد آره داشتم میگفتم از ساعت 12 شب به بعد با اینکه روز بعد حساب میشه بعد تا ساعت 6 صبح شبه. هوا تاریکه بهش ما میگیم شب و صبح حساب نمیشه. تو کامنت بگید که درست میگم. از ساعت 12 شب بعد صبح حساب میشه یعنی یک صبح چه دو صبح سه صبح نه صبح شب. نمی‌فهمم بخور. شب بعد نه همش سر میشه. نه. چرا؟ تن نکردم همش ساعت 6. یک گروه آره دیگه من یکم ازش گفتم. اگه من بودم گفتم همش نه خدا تو هم بودیم گفتم یکم باشه یکم در ما حساب بگیر تو پیش بالا به مزهش زیاد بد نی نسبت به بوش. خب یه بقیه‌شم بود نه گو خوردم. خیلی بده. هیچ وقت هم تان نکنید. ادویه ماهی و ماست و سس چیلی و با هم ترکیب من نکنید. راستش این نفر میخواد این کارو کنه میگم شاید یه زمان. خب بچه‌ها به انتهای ویدیو رسیدیم. دم شما گرم. لایک، کامنت، سابسکرایب بکنید حتما. ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. زنگوله رو بزنید. نه زنگوله این بره. زنگوله رو بزنید و تا درود دیگر بدرود.